روش‌های درمانی عجیب منسوخ شده. الان وقتی مریض میشین چیکار میکنین؟ خب اینی پیش دکتر و خب الان هم واسه بیشتر بیماری ها یک راه درمانی وجود داره. شما هم احتمالاً خیلی استرس نمیگیرین واسه یه بیماری ساده، چون واسه بیشتر بیماری ها ما یه درمان داریم. اما علم پزشکی از اول به این شکل نبوده و کلی آزمون و خطا داشته تا به این حد رسیده. توی این ویدیو میخوام عجیب ترین روش های درمانی که 4 تا هستن رو بهتون بگم. بریم سراغشون. اولینشون هروئینه. بله میدونم الان هروئین یکی از سنگین ترین و بدترین موادهای اعتیاد آوره و کسی اگه هروئین مصرف بکنه میبرنش کمپ تا ترک بکنه. اما قبلا از هروئین به عنوان یک دارو استفاده میکردن و حالا داروی چی؟ به عنوان یک دارو برای درمان سرفه، کمردرد و بیخوابی ازش استفاده میکردن. 2. متا. اگه بریکینگ بد رو دیده باشین احتمالاً میدونین چیه دیگه. همون ماده‌ایه که ازش مواد مخدری همون شیشه و کریستال رو درست میکنن. الان قاعدتاً کسی برای درمان شیشه نمیکشه، اما قبلا شیشه کشیدن و استفاده از متا یک روش درمانی کاملا جایز و خیلی عادی بوده. واسه چیا؟ واسه درمان خواب‌آلودگی، افسردگی و حتی آسم از استفاده میکردن. 3. حال به همزن ترین گزینه همینه، کرم درمانی. در دوران ویکتوریایی تو قرن 16 و سالهای اولیه 20 یک ایده عجیب واسه درمان چاقی وجود داشت. اونم خوردن یکی از بزرگترین و وحشتناکترین و خطرناکترین انگل‌های جهان که اسمش کرم نواریه. این کرما تو سیستم گوارشی انسان زندگی میکنن و خب مردم اون زمان تخم این کرما رو وارد بدنشون میکردن و وقتی این تخما باز میشدن دیگه هیچ ترسی از خوردن غذا نداشتن. با خیال راحت همه جور غذا میخوردن و امیدوارم بودن که این انگلا غذاهای داخل بدنشون رو بخورن. این یکی هم خیلی چندشه، نشستن داخل بدن پوسیده نهنگ. خیلی مسخره است، براتون الان توضیح میدم. تو قرن 19 یه روش عجیب درمانی واسه از بین بردن روماتیسم وجود داشته که افراد باید داخل لاشه نهنگ که در حال پوسیدنه بشینن. این باور وجود داشت که اگه مردم به مدت 30 ساعت داخل بدن نهنگ بمونن درد مفاصلشون برای 12 ماه کاهش میابه و البته هیچ شواهد علمی مبنی بر درست بودن این باور وجود نداره، ولی خب مثل اینکه بعضی نتیجه گرفتن. 5. روش‌های درمانی حال به همزن خیلی زیادن، ولی این یکی به نظر من از همشون حال به همزن تره. الان میفهمین چرا اینو میگم. جسد درمانی. صدها سال پیش جسد انسان بهترین دارو واسه درمان انواع بیماری ها بود. مثلا کبد یکی از موادی بودش که توی داروها خیلی استفاده میکردن. خون، گوشت، استخونا، همه اینا توی صنعت داروسازی اون زمان خیلی خیلی پرکاربرد بوده و مردم باور داشتن با خوردن اینا حتما بیماری هاشون درمان پیدا میکنه. حتی پودر مومیایی هم داشتن که میمدن مومیایی ها رو پودر میکردن و به عنوان یک داروی همه چی تموم که همه مواد و دارو قشنگ جا افتاده ازش استفاده میکردن. توقع هم داشتن حالشون بهتر بشه. یعنی واقعا تصور این که یکی پاشه جسد پوسیده و مومیایی شده و گندیده انسان رو بخوره حالم با هم میزنه. مرسی تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگه خوشتون اومده لایک بکنین، سابسکرایب بکنید چنل رو. نظرتون هم حتما توی کامنت ها بهم بگین چون خیلی به نظرتون اهمیت میدم. مرسی تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خدافظ.